7 روز از عید نگذشته بود که سینما استیل، سینما گدای جوادی هم سوخت. 8 سینما بیتای کاشان، 14 یکی تو ورامی و چند وقت بعد شهر فرنگ و کسرا. پارسال آبان در عرض 6 روز سینما بلوار و نیاگارا و رویال و مسعود سوخت. سینما آتیش میگرفت و شاید این تازه آخر ماجرا بود. مگه مردم تو سینما چی دیده بودن؟ از سینما چی دیده بودن؟ چی میخواستن ببینن؟